اما در این اعمال تقدیم و تاخیر میشه. اگر یک آدم بیا اول طواف بکنه هیچ سری خود حلقام نکرده قربانیم نکرده پروانه داره، حلقه از قربانی کده پیش کرد ام پروانه داره. دینمی امور اگر تغییر و تبدیل میه پروانه داره. اما در مذهب حنفی اگر تقدیم و تاخیر کردی دم سرت است. در حدیث پیغمبر علیه السلام در این روز در حدیث همین طور میه صحابه آمد پیغمبر علیه السلام سوال میکرد اینی طور کردم، گفتید طور کسی نامد که گفته باشه که من اینی را پیش کردم اینی را پس کردم. پیغمبر علیه السلام گفت که افعل لا حرج، انجام بده هیچ تکلیف نیسته، دیت میه دیگه پا قطعا نیسته. اینی را الله متعال میگه که شما طواف بکنی به بیت الله. عتیق بیت الله را میگه دو معنا داره. عتیق آزاد شده، بیت الله را آزاد شده به خاطر میگه که به جبابره و مردمای مستبد و ظالم تسلط سر بیت الله بگه حاصل کردن نمیتونه. الله آزاد کرده از دستی مردم ظالم و جابر. اگر کسی بگه کسی که جنگا شد و زمانا در بین مسلمانا، یا کسی که در خانه خود جنگ بکنه خو زمین در داخل خانه است دیگه، در داخل خانه خود جنگ میشه، از بیرون کسی نبیاد. او جنگ داخل خانه بود. دوم معنای عتیق قدیمه میگه، قدیم اولین بنیاد خانه ای که در روی زمین نهاده شده چیز بیت الله است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارک و احلت لكم الانعام، حلال کرده شده برای شما چارپایا بخوری گوشتایش، الا ما یتلا علیکم، مگر آن چیزی که تلاوت کرده میشه علیکم بالای شما حرام بودنش. کدام حیواناتی که حرام بودنش حرام شده سر شما تلاوت شده در صورتهای دیگه، در نحل، مایده، در انعام. ذالک اینا ذالک ای حکم خشونیدی یک مانا، ذالک ای حکم شنیدی، لیکن اصل قانون الله طور است. یا مانایی است ذالک کارا یا مناسک حج که پیش بیان شد به اینمی سیستم و به اینی قسم بود. آل دیگه قانون دیگر هم بشنو. و من یعظم حرمات الله، کسی که تعظیم میکنه آن چیزی که قابل احترام به نزد الله متعال است. یک مانا که عبارت از احکام الله متعال است. مراسم حج، کدام احکام حج که است اگر او را تو تعظیم میکنی، از صداقت و اخلاص قلبی انجام میدی و سرعت میکنی، زیاد تلاش میکنی که انجام بدی، فهو خیر له، بهتر است برای این آدم. چرا؟ این ذریعه نجاتش از عذاب است، اسباب راحت میشه برایش. یک مانا مراد و من یعظم حرمات الله، کسی که تعظیم میکنه آن چیزی که حرام ساخته شده از طرف الله متعال. در این حالت احرام، در حالت احرام بعضی چیزا سر آدم حرام است. مثلا در حالت احرام جماع کردن، مستری کردن امرای زن، شکار کردن و ناخون گرفتن، بگوی مویا تراش کردن یا کلش چی است حرام است. گپای فحش، جنگ، جدل، اینی دزدی، گپا فسق و فجور کردن کلش حرام است. الله متعال میگه کسی که تعظیم از یار داره، مراد از تعظیم است که خودداری از چیزایی چی بکنی؟ محرمات. اگر نه که مراد از اون مراسم و مناسک حج باشه، باز مراد از تعظیم انجام دادن از اوست. چی است بگی؟ عملی کردن از اوست. هر کسی که تعظیم میکنه حرمات الله را، فهو خیر له، بهتر برای از اوست عند ربی، به نزد پروردگارش. چرا؟ اکثر مراسم حج طوری است که عقل انسان را خوب نمیپذیره و تو بنابر از که مکمل تابع الله متعال هستی، بدون کدام خدشه، بدون کدام وسوسه و انتقاد اعتراض تو همی کارا را انجام میدی. این تعظیم است. و احلت لكم الانعام، حلال کرده شده برایتان چارپایا، الا ما یتلا علیکم، مگر او چارپایی که تلاوت کرده میشه بالایتان حرمتشان در صورتهای دیگه، در مایده، در انعام، در سوره نحل. فاجتنبوا الرجس، شما خودداری کنه از چیزی پلیت و نجس، هر چیزی که باشه. خو اینجا مراد از پلیت و نجس چیست؟ من الاوثان، که امور رجس امو پلیتی چی است؟ بتا است. قرآن کریم میگه بتا، اینجا مراد از اوثان جمع وثن است. هر چیزی که عبادتش کرده میشه، اگر چوب است، اگر مجسمه است، اگر تصویر است، اگر درخت است، اگر چوب است، اگر سنگ است، کلش وثن گفته میتونیم. از او خاطر وقتی که عبادت ازا کرده میشه او را اوثان میگه. الله متعال میگه از پلیتی خود نگاه کن. از این معلوم میشه که بزرگترین پلیتی چیست؟ شرک است. شرک، کسی که شرک میکنه او پلیت است. این دنیای غربی اگرچه خدا در صابون و شامپو خیلی زیاد صفا میکنه، لیکن در حقیقت چی است؟ پلیت است. او قدرت الله با اون صفایش که در پالوش برسه بوی بد میده. واجتنبوا قول الزور، شما نگاه کنی خدا از قول دروغ.
زور دروغ هم میگه، لیکن این معنای عام داره. هر چیزی که باطل و غلط باشه، ثابت در شریعت نباشه، از کلگیش اجتناب بکنه. آن چیزی که خلاف چی است؟ حق است. اگر او کلمات شرک است، اگر او طعن و لعن گفتن است، اگر او شهادت دروغ است، اگر او تهمت دروغ است، کلی ازی مربوطی عقاید است یا معاملات است یا عبادات است، چیزی دروغ باید قطعا گفته نشود. از او خاطر در حدیث زمانی که سوال شده اکبر الکبائر، یکیشان پیغمبر علیه السلام قولی چی گفته؟ زور در جمله اکبر الکبائر گفته، یعنی گناهایی که خیلی زیاد چی است؟ بزرگ است. حنفاء لله، الله گفت که خود از شرک و بدبختی ها، از طغیان و سرکشی ها نگاه کنی، از معصیت. حنفاء لله، در حالی که مایل به سوی الله باشه، یعنی یک طرفه یک جانبه به سوی الله، دیگر لحاظا را قطعا نکرده باشه. غیر مشرکین به، در حالی که شرک نکننده بالای الله باشه. از او خاطر خواهشات شما را تابع ازی نسازه که نعوذ بالله امر الله شرک بکنه. از امو خاطر حنیف میگه کسی را میگه که در قلب خود تصور دیگه هیچ چیز نداره غیر از کی؟ الله متعال. و من یشرک بالله، کسی که شرک میکنه الله، آل ذلت شرک بیان میکنه. شرک چقدر ذلیل است. الله تشبیه میده او را به مثل او کسی که در آسمان، از آسمان پرتافته شده باشه. و من یشرک بالله، کسی که شریک امر الله میکنه، فکأنما خر، تو بگویی که افتاده، من السماء، از طرف آسمان، فتخطفه الطیر، پس ربوده باشه، گریختانده باشه او را الطیر، پرندایی که مردارخور است، او تهوی به الریح، یا انداخته باشه ایره الریح باد، فی مکان سحیق، در یک جای دور. دو مطلب در اینجاست. یا مطلب است که الله متعال تشبیه میده مشترکه به امرای کسی که از آسمان چیستا میفته. کسی که از آسمان میفته زنده باقی میمانه؟ پرچه میشه. بعد از پرچه شدن، یا است که شمال می پرچای شده می هوا، بگوی هر طرف برد شده، هر جای انداخت شد که دیگر جمع نمیشه. یا است که پرنده گرفت مردارخورا، رفت هر طرف چیکت شب از بین بود شد. شرک نمی رقم است. مشرک مثالش کسی است که از آسمان افتاده، از آسمان افتاده. پس اینجا الله متعال کمال وقاحت و بدی شرک بیان میکنه که شرک سبب ذلت حتمی انسان است، سبب هلاکت چی است؟ حتمی انسان است که امیر رقم میکنه، هیچ دیگر ماندنید نیست. دوم توجیه است که نه، اینجا تشبیه است. الله تشبیه توحید به چی داده؟ با آسمان که تو را نجات میده. شرک تشبیه به چی داده؟ بگوی با آمدن به سوی زمین افتادن است. تو را توحید بالا کده بود در آسمان، زمانی که شرک کردی افتادی. حالی که شرک کردی افتادی، دور مصیبت مبتلا شدی. یا پرندای مردارخور هر طرف بردتا، وقتی که شرک کردی در دسترس پیرای گمراه میفتی، هر طرف تو را کش کده رایسته. حالی بجای عبادت الله بگوی سجده به پیر صاحب کده رایستی. حالی بجای از که هر مرض خدا شفا دهندش الله بدانی، حالی دیگه گاهی در غزنی یک پایت است، دیگهش در اوپیان، دیگهش در مزار، دیگهش در چلگزی ننگرهار. همین طور است یا نیست؟ در به درت میکنه. مردارخورا پیدا میشه. یک پیر یکی تو را کش میکنه، مرید میشی. سعی که پیری دیگه پیدا شد. این نقشبندی است و سهروردی، او قادری، او هم چیه؟ چشتی. کلش یکی با دیگه هم در تضاد. یکیش یک چیز حلال، دیگهش دیگه چیزی میگه حرام. یکیش میگه ذکر بالجر حرام، دیگهش میگه ذکر بالجر فرض. عجیب است این گپا. یکیش میگه رقص حرام، دیگهش چی میگه؟ نه، اصل ذکر رقص است. یعنی تور گپا است. تو را پاش میکنه. هر کس که توحید نمیپذیره بگوی در چنگال همین طور مردم افتاده رایسته. یا ایسته که تو را باد میبره دور. الله متعال میگه که اگر شرک کردی آنقدر دور از حق میشی که هر چی مردم تقریر کنه پس در توحید بگوی. خو امکان است، اگر توبه بکنه امکان است، خود دور میشی. چی میشی؟ بسیار بعید است که تو باز بگردی. از همون خاطر است مردم ما دو قسم است. یکی مردم عادی است که رابطه و تعلقه با گروه ها نداره. او که یک روز آمد در ترجمه قرآن ترجمه را شنید، بالکل ذهنش چی میشه؟ جور است. اما یک نفری است که وی رفته سالا سجده کرده،
لنگر خورده، پسکایی برآمده و این قدر حراس از پیر خود داره. زمانی که امرای زن خودم نزدیک میشه میگه پیر صاحب ما را میبینه، او طوری عقیده داره. او را که یک ماده اینجا بیاری ایلا کده که زین شوی شود، ایلا کده آیات قرآن که بار 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 بیا اگر رو آدم جور شود، از همون خاطر سخت است. ذالک و من یعظم شعائر الله، سخنم شنیدی یا قاعده کلیه این میسته یا ذالک ای احکامی که قبلا تیر شد ایران محکم بگی عمل بکو، لیکن یا این در هم نظر بگی. و من یعظم شعائر الله، کسی که تعظیم شعائر الله را میکنه، آن چیزی که علامات خاص بالای دین الله است. چیزی که علامات خاص بالای دین الله است مثل مسجد، آذان، نمازهای فرض، در حج قامون مراسم حج کلش علامات چی هست؟ خاص دین است. کسی که تعظیم از یارا میکنه فإنها من تقوى القلوب، یقینا از تقوای دل هاست. تقوا اشاره میکنه تقوا دو قسم است، یکی تقوای ظاهری است، تقوای سوری. در ظاهر یک آدم آنقدر خدا عاجزک میگیره تو میگی اینه پخ بلوگک، خبر نداری که در قلبش برات میایه آنقدر خدا دلسوزی دین معرفی میکنه، پرسان نکلی که این ثبته چیسته تیپه که خود مانده سوی چی ثبته زده در دل چی است؟ بگوی سخترین است. تقوا دو قسم است، یکی تقوای قلبی است. تقوای قلبی نشأت از عقیده میکنه، از اخلاص دل میکنه. در قلب که تو یک چیز عظیم میدانی احترام میکنی، او دیگه چیز است. از او خاطر مهم تقوای قلبی است. اگر تو قرآن تعظیم میکنی، مسجد تعظیم میکنی، بعد از قلب میتور ریاقت تعظیم داشته باشی. اما نه، در خانه خود در سر قالین توشک خود بگوی در کالای کاری که تنها خشاوت در زمین کردم در او نمیرم، لیکن در مسجد در قالینایش که بگوی آلی مبلینم تبدیل کردم، خاکای چربام در پتلونم چسبیده است، میام در اینجا نماز میخوانم. این تقوای قلب است. نیست تقوای قلب که میبود مستقیم مسجد باید مسلمان از خانه خود کرده پاک و صاف و محترم نگاه کنه. بهتر نگاه نمیکنی، برابر خود نگاه کن. لیکن افسوس است که حالی اوطور نیست. در خانه خود پکر یک دفعه چالان میکنه، باز گل میکنه، میگه مصرف میشه. خودت مسجد که داخل میشه 10 پکر چالان میکنه. هیچ. اونجا که ماشین یک کمی چالان میباشه حالا گل کنه مصرف کرده. خو اینجا میاد سویچ داده رایسته، آب داد، نل موجود است سویچ دیگه هم داده رایسته. الله رحم بکنه. این احساسات، این مسائل دین مردمش نمیفهمه که ما چی میکنیم چی نمیکنیم. اینمی چی چیز است؟ این کدام چیز است؟ آیا برای ما درست است یا نادرست است؟ اینطور نه. انسان هر چیزی دیگه کسار هم به مثل چیزی خود فکر بکنه. لکم فیا منافع الی اجل، برای شما فیا در این مراسم دیمی شعائر الله منافع و منفعت است. یک. یا لکم برای شما فیا در این حیوانات چارپایایی که الله براتان حلال کرده منفعت است الی اجل، تا یک تاریخ مسمن که معین است که زمان ذبحشان است، زمانی که برسه. تا که نرسیده اما حیوانی که برای قربانی خطی خود میبری سوار شده میتانی، شیریش خورده میتانی. یک نفر حیوان خود پیش کرده بودی از پشت سرش، سوال کرد چرا سوار نمیشه؟ گفتی میگه که سوار شدن خب نیست. پیغمبر اسلام گفت سوار شو، الله پیدا کرده به این خاطر. این تقوای کلابی نکن، این تقوای چیست؟ خود ساخته. اینجا تقوا دو قسم است، باز دوم تقسیم است. یکی تقوا که اسبابش الله گفته که تقوا است، یکی تقوا که تو میگی این تقوا است. بعضی مردم ها آذان شده میباشه، چی شده؟ شب بر آمده، آفتاب غروب کرده، این منتظر است، خیرت است. ما آذان آخر شب باز میده میکنم، دیگهش میگه ده حی علی الصلاه میده میکنم. این بدعتی، کلی کاری بدعت کرده رایستی. این چی میدانه؟ سری مردم افتخار میکنه که من شما که خیلی تقوا دار هستم. این تقوا نیست، این بدعت است. خدا تباه و برباد کرده. یارا تقوای ساختگی میگه. الله متعال میگه تقوای ساختگی باید نشود. ثم محلها الى البيت العتیق، بعد از او جای ذبح یمی حیوانات دمو بیت الله است. مراد از بیت الله حرمی مکمل است و تر بیتی که عتیق است، آزاد است از جبابره، از سلطه جبابره، یا است که قدیمی خانه است. ولکل امت جعلنا منسکا، برای هر امت ما گردانیدیم منسکن. دو معنا داره، یا معنای مصدری برای هر امت قربانی گردانیدیم، برای شما هم قربانی گردانیدیم، یا منسک جای قربانی که اسم ظرف است. برای هر امت گردانیدم جای قربانی کردن، جای ذبح را.
لیذکر اسم الله، به خاطر که یاد کنه امی مردما نام الله را علامات در مقابل او چیزایی که رزقهم روزی داده الله برای از من بهیمت الانعام، از چارپایا او چارپایی که الله روزی ساخته برای از نام الله را یاد کنه. چرا؟ به خاطر که بدانه انسان قدر و قیمت خدا که یا الله یک زنده جان ما و یک زنده جان حیوان، امی زنده جان حیوان الله با خدمت ما مقرر کرده، سوار شو گوشتش بخو همه چیزایش استفاده بکو. پس وقتی که زنده جان الله برای تو در خدمتت گذاشته، تو خدمت کی را بکو؟ تو خدمت کی را بکو؟ تو همونطور تو خدمت شکم بکو، وسوسه های شیطانی را بکو، همون را بکو. فالهکم، از او خاطر نتیجه بگی تو باید قدر خدا بشناسی، از این درس بگیری که یک گپ و عقیده را بدانی کدام است. فالهکم اله واحد، معبود بر حق قابل پرستش و بندگی یک الله است، یا الله شما یک الله است. فله اسلموا، خاص برای از او تسلیم شوی. هم عقیده و باوری تا نمیطور باشه که مستحق عبادت غیر از الله دیگه است، و در عملم تسلیم شوی به الله. در عملم که قربانی و نظر میکنی به نام کی باشه؟ الله باشه، نه ای که نعوذ بالله به نام بی و ای گپا میکنی. و طوری باید نباشه، یک شایبه اشتراک هم نباشه. هم از شرک اکبر هم از شرک اصغر خدا نگاه کن. شرک اصغر چیست؟ ریا، خودنمایی نکنی، لحاظ کسی دیگری را در یک عبادت نکنی. اگر حج کردی، اگر هر عبادتی دور کردی، عبادتت برباد است. و بشر المخبتین، خوشخبری دی پیغمبر علیه السلام. المخبتین، کسایی که فروتنی میکنه در عملی کردن احکام الله، بسیار عاجز، بسیار فروتنی میکنه. اینطور نیست که خودم نعوذ بالله بالا بتراشه. الذین، اوتر کسایی که اذا ذکر الله، زمانی که یاد کرده میشه نام الله. کدام مردم از فروتن مردم؟ زمانی که یاد کرده میشه نام الله، وجلت قلوبهم، میترسه، هیبت زده میشه دلهایشان. چرا؟ به خاطری که معرفت تام با الله داره، صفات الله را آشناست، خیلی زیاد خشیت الله در قلبش میاد. و الصابرین، مدح میکنیم صبر کننده ها را، علی ما اصابهم، در مقابل او چیزایی که برشان رسید از تکالیف و مصیبت ها. و المقیم الصلاة، مدح میکنیم کسایی را که قایم کننده نماز است. و مما رزقناهم ينفقون، از بعضی آن چیزی که ما روزی دادیم و مصرف میکنه. اینی مردمای چی هستن؟ فروتن است. خب مردم فروتن عبادت کننده اول صفتش چی بود؟ اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، نام الله که یاد کرده شو قلبا در لرزه می آید، قلبا می ترسه. اینطور نه که نام الله چی شوه؟ گرفته شوی مست شوه، خیز بزنه، دورک میزنه، این را عبادت معرفی میکنه. بسیار مردم بیچاره خبر نداره که ما را در کجا برده. در اینجا صفتای فروتنان الله متعال اقامت نماز و صبر در مقابل کل مصیبت هاست. چرا که وقتی در راه حق روان میشی، نماز درست میخوانی، دعوت به دین میدی، حتما تکلیف برات پیدا میشه. مردم تهمت سرت میزنه، بدی برات میکنه. الله میگه که صابرین باشه باز در مقابل آن چیزی که برش میرسه. خود نماز خدا به وجه درست انجام میده و از آن چیزی که الله داده دریغ نمیکنه، مصرف میکنه. مال است، علم است، جا مرتبه و مقام است، از نفوذ اجتماعی است، از هر کدامش کار بگی به اندازه توان و قدرتت یک مرکز دین خدمت کن. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.